27 اکتبر سال 1940 آلمان برای اولین بار در جنگ از بمب خوشه‌ای استفاده کرد. سلاحی که با یک انفجار دهها بمب کوچک را در هوا پخش می کند، هر کدام مرگبار، بی هدف و آماده برای کشتن. اما بمب خوشه‌ای چیست و چگونه عمل می کند؟ بمب خوشه‌ای یک نوع سلاحی است که برای پرتاب چندین بمب کوچک در یک ساحه وسیع طراحی شده است. این بمب‌های کوچک معمولاً هدایت نشده اند و در اثر نیروی حرکت بدنه اصلی و تأثیر باد به صورت پراکنده در منطقه هدف فرود می‌آیند. آلمان، آمریکا، روسیه، اسرائیل و ایران از جمله کشورهایی اند که استفاده از این نوع سلاح‌ها در کارنامه نظامیشان ثبت شده است. در این ویدیو به بررسی این سلاح و همچنان پیامدهای فاجعه بار آن خواهیم پرداخت. بیایید در نخست اجزای مختلف این بمب و طرز کار آن را بررسی کنیم. در قسمت عقب قطعه احتراق اساسی یا بیس برن اسمبلی قرار دارد. در بالای آن ماده پیشران یا حرکت دهنده اضافه شده است تا برد پرتاب را تا حدود 29.4 کیلومتر افزایش دهد. بدنه اصلی بمب خوشه‌ای ظرفیت حمل 80 الی 88 عدد بمب کوچک نوع M42 یا M46 را دارد. اما چگونه ممکن است 88 بمب کوچک در بدن یک بمب خوشه‌ای جا داده شود؟ اگر بمب‌های کوچک را از پایین نگاه کنیم، می‌بینیم که این بمب‌ها به شکل عجیب و میان خالی طراحی شده‌اند. همین طراحی باعث شده تا آنها به صورت منظم و متراکم در درون بدن چیده شوند. در بالای آن صفحه فشار دهنده قرار دارد که به وسیله فلزی Explosion Charge Cap وصل می باشد تا بمب‌های کوچک را بیرون پرتاب کند. در رأس این سیستم فیوز M577 قرار دارد که نقش فعالسازی گلوله را بازی می کند. طول این مرمی حدود 937 میلیمتر بوده و قطر آن 155 میلیمتر است. وزن آن 46.5 کیلوگرم است که با در نظر گرفتن اندازه و تعداد بمب‌های درون آن نسبتاً سنگین محسوب می شود. این قدرت آتش نیاز به یک وسیله برای پرتاب دارد و آن هم هاویتزر 155 میلیمتر می باشد. تمرکز ما در این ویدیو بر نحوه شلیک بمب خوشه‌ای از طریق همین توپ هاویتزر 155 میلیمتری است که در دهه 1970 ساخته شده و به پادشاه جنگ‌ها شهرت یافت. این توپ از چند بخش اصلی تشکیل شده است. اول، لوله شلیک. دوم، سیستم عقب زنی برای جذب فشار پس از شلیک. سوم، سکوی تثبیت و دسته گردش. چهارم، حلقه قفل کننده. پنجم، محل گذاشتن بمب. ششم، دسته شلیک. هفتم، تناب ایمنی برای شلیک از فاصله دور. هشتم، پایه های تثبیت کننده برای ثابت نگه داشتن. مراحل ساده شلیک به این ترتیب است. اول، بعد از بررسی فیوز، گلوله روی میله دریافت قرار می گیرد. دوم، یک سرباز با ابزار منحنی شکل گلوله را به صورت دستی به داخل فشار می دهد. سوم، مقدار مشخص پیشران بعد از گلوله وارد می گردد. چهارم، میله انتقال دهنده گلوله به عقب باز می گردد و دروازه بسته می شود. پنجم، در نهایت سرباز تناب ایمنی را می کشد تا انفجار آغاز گردد. با شلیک، فیوز فعال شده و صفحه فشار دهنده را به حرکت در می آورد. پوشش خارجی منفجر می شود و بمب های کوچک M42 پخش می شوند. همزمان با بیرون رفتن، نوار نیلونی تثبیت کننده باز شده و بمب ها را در موقعیت درست قرار می دهد. نیروهای گریز از مرکز باعث باز شدن پن شلیک می شوند و بمب کوچک به حالت نیمه مسلح در می آید. در گام بعدی، مجموعه لغزنده فعال شده و بمب‌های کوچک به صورت کامل مسلح می گردد. در لحظه برخورد، وزنه موجود در بمب به حرکت در آمده و پن شلیک را به داخل می کوبد. در نتیجه زنجیره انفجاری فعال شده و بدنه بمب به صدها تکه مرگبار تقسیم می شود. این بمب دارای توان نفوذ به حدود 70 میلیمتر فولاد زرهی است و قادر به از بین بردن تانک ها و وسایط نقلیه زرهی می باشد. تکه تکه شدن بدنه بمب باعث ایجاد تأثیر شدید ضد پرسنل می شود
که می تواند در محیط اطراف تلفات سنگینی به جا بگذارد. بمب‌های خوشه‌ای M42 که به نام مهمات بهبود یافته دو منظوره نیز یاد می شوند، برای پوشش دهی گسترده در میدان نبرد طراحی شده اند. ولی نمی توانیم از جنبه های منفی و نگران کننده آن چشم پوشی کنیم. عدم دقت در چلیک این نوع بمب‌ها مهمات را در منطقه وسیع و گاهی پرجمعیت پخش می کنند که باعث تلفات غیر نظامیان از جمله کودکان می شود. مهمات منفجر نشده این بمب‌ها ممکن است برای سالها منفجر نشوند و ممکن است به نیروهای خودی، زیربناها یا جمعیت‌های بیگانه آسیب برسانند. این بود بررسی کامل بمب خوشه‌ای M42. اگر ویدیو برایتان آموزنده بود، کانال ما را سابسکرایب کنید و نظریاتتان را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید.